فصل ششم. خودی حالا زندگی کنید. در عین زمان زندگی کنید. زندگی را عاشقانه دوست بدارید و در همه لحظه های آن زندگی کنید. از هر لحظه لذت ببرید. به زندگیتون فکر کنید. هر لحظه زندگی را گرامی بدارید. تأسف نخورید. سال 1997 نیت داشتم در یک مسابقه پروازی با کره هوایی به سیر دنیا شرکت کنم. این بار هم با پر و هم با الکس ریچی، مهندسی فوق‌العاده که کپسول طراحی کرده بود که ما را 24,000 میل تحمل میکرد. قبل از آن که صبح بدمد در سکوتی اتاقم در مهمانخانه مراکش از خواب بیدار شدم و نامه‌های مفصل برای فرزندانم نوشتم تا اگر زنده برنگشتم آنها در جریان کارم قرار گیرند. نامه را این گونه شروع کردم: هالی و سیمی عزیزم، گاه زندگی غیر واقعی به نظر می رسد. روز شاد و مسرور و روز هم عاشقانه. همانطور که شماها می دانید من همیشه خواهان زندگی غنی و به تمام معنی بودم. نامه را ته کردم و آن را در جیبم گذاشتم. همه کنترل ها را کرده بودیم و آماده حرکت بودیم. پر برعکس شماریدن را شروع کرد: 10 9 8 7 6 5. من دقت خود را به دوربین ها روانه کرده بودم. با دستم تکمه چتر نجات را امتحان کردم. سعی کردم به کره هوایی عظیمی که بالای سرمان بود فکر نکنم. در اطراف کپسول ما 6 بک بزرگ سوزشواری قرار داشت. 4 3 2 1. پر تکمه ها را فشار داد و به آرامی به سمت آسمان حرکت کردیم. سر و صدای ایجاد نشد. کره هوایی نرم و بی صدا حرکت میکرد. مانند کره هوایی بچه ها در جریان بازی در یک مهمانی همچنان به بلندی می رفتیم. وقتی به وزش باد صبحگاهی رسیدیم روی مراکش به پرواز در آمدیم. در حالی که بالا می رفتیم در اضطراری کره هوایی هنوز باز بود. از آن بالا برای کسانی که روی زمین به تماشا ایستاده بودند و حالا کاملا کوچک به نظر می رسیدند. دست تکان دادیم. همه مراکش با میدانهایش، دیوارها و باغهای روستاهایش زیر پای ما بودند. در بلندی 10,000 فوت هوا سرد شد و از غلیظی هوا کاسته شد. دری کپسول را بستیم و در مسیرمان حرکت کردیم. در بقیه ساعتهای روز با آرامش به حرکت خود ادامه دادیم. منظره های بالای کوههای اطلس بسیار هیجان آفرین بودند. در قله های کوه برف باریده بود و حالا زیر تابش آفتاب برق میزد. وقتی به مرز جزیره ها رسیدیم حیران شدیم. جزیره ها به ما اطلاع دادند که ما مستقیما به سمت پایگاه نظامی بیشتر در حرکتیم. آنها به ما گفتند اجازه نداریم بر فرازی این پایگاه پرواز کنیم. در فکس آنها آماده بود: شما اجازه ندارید به فرازی پایگاه نظامی پرواز کنید. امکان انتخاب نداشتیم. 2 ساعت با تلفن ماهواره‌ای صحبت کردم. با مایک کندریک مسئول کنترل پروازمان صحبت کردیم. سعی کردم با تن چند از وزیران بریتانیا صحبت بکنم. سرانجام اندره ازولای وزیر مراکش که در زمینه حرکت از مراکش به ما کمک کرده بود بار دیگر به نجات ما آمد. او به الجزیره ها اطلاع داد که ما فقط می توانیم در این مسیر به حرکت خود ادامه دهیم و در کره هوایی هم دوربین های قدرتمند نداریم. الجزیره ها حرف او را قبول کردند و آرام گرفتند. ساعت 5 بعد از ظهر در بلندی 30,000 فوت پرواز می کردیم. پر درجه حرارت داخلی کره هوایی را افزایش داد. با آنکه 1 ساعت بود حرارت را زیاد کرده بودیم. بعد از ساعت 6 بعد از ظهر کره هوایی به تدریج سرعتش کم شد. پر گفت مشکلی در کار است. پرسیدم چه اتفاقی افتاده است؟ گفت نمیدانم. پر مرتب درجه حرارت داخلی کره هوایی را اضافه می کرد اما کره هوایی همچنان حرکت نزولی داشت و 1000 فوت سرعت را کم کردیم. بعد هم 500 فوت دیگر با رفتن خورشید هوا مرتب سردتر می شود. پر ترسیده بود. همه ما ترسیده بودیم. هوا تاریک شده بود. سعی کردیم با کمی کردن سربها وزن کره هوایی را بکاهیم. همین کار را هم کردیم. مدت حرکت نزولی کره هوایی متوقف شد اما بعد دوباره به سمت زمین به حرکت در آمدیم.
این بار ارتفاع کم کردن بیشتر از سریعتر بود. در فاصله 1 دقیقه 2000 فوت ارتفاع کم کردیم. بعد 2000 فوت دیگر از محصولمان کاسته شد. گوشهایم گرفته بود. احساس دلتنگی مرا فرا گرفته بود. قفس سینه‌ام تحت فشار بود. در فاصله 15000 فوت زمین بودیم. سعی کردم آرامش خود را حفظ کنم. فقط به دوربین‌ها و ارتفاع سنج‌ها توجه داشتم. باید بک‌های سوزشواری را از کره هوایی به بیرون پرتاب می‌کردیم. این کار را کردیم اما بی‌فایده بود. روی کوههای اطلس بودیم و هر لحظه در تاریکی ممکن بود به کوه برخورد کنیم. کسی حرف نمی‌زد. من به سرعت محاسبه‌های انجام دادم. گفتم با این صورتی که فرود می‌آییم تا 7 دقیقه دیگر سقوط می‌کنیم. پر گفت بسیار خوب. دریچه را باز کن تا فشار تنظیم شود. در بلندی 12000 فوت دریچه را باز کردیم. به ارتفاع 11000 فوت رسیدیم. هوای سردی وحشتناکی وارد کپسول شد. من و الکس به پرتافتن آنچه در کپسول بود شروع کردیم. غذا، آب، قطی‌های روغن، هر چی را که به کپسول وصل نبود از دریچه کپسول به بیرون پرتاب کردیم. این کار سبب شد که 5 دقیقه حرکت نزولی ما متوقف شود. باید زندگی خود را نجات می‌دادیم. به ارتفاع سنج نگاه کردم. در فاصله 1000 فوت از سطح زمین بودیم. کافی نیست. ما هنوز فرود می‌آییم. الکس گفت بسیار خوب. من به بام کره هوایی می‌روم. باید بک‌های سوزشواری را پایین بیاندازیم. فریاد کنان به الکس گفتم آیا تا کنون از شطر نجات استفاده کرده ای؟ نه، 1 مرتبه استفاده نکردم. این تکمه را باید فشار دهی. پر فریاد کشید. به ارتفاع 7000 فوت رسیدیم. حالا 6600 فوت. الکس دریچه کپسولی خود را به بالا کشید. به سرعت در حال سقوط بودیم. گوشهایم دیگر نمی شنیدند. اگر پنجره ها یخ بسته باشند و بک‌های بنزین باز نشوند باید از کره هوایی به بیرون می پریدیم. بیش از چند دقیقه وقت نداشتیم. فقط 6000 فوت باقی مانده بود. هوا تاریک بود. حالا 5500 فوت. اگر الکس تا 1 دقیقه دیگر به آن بالا نمی رسید در فاصله 503 فوت قرار می گرفتیم. در حالی که سرم را از دریچه بیرون کرده بودم ایستادم. به الکس نگاه می کردم که در تلاش بود خود را به بالای کپسول برساند. زمین را نمی دیدیم. تلفن و فکس به زنگ می زدند. احتمالاً بخشی خدمات زمینی می خواست بداند که ما چی می کنیم. الکس فریاد کشید. یکی را پرتافتم. پر گفت 1100 متر. الکس گفت باز یک تا دیگر پرتافتم. پر گفت 1000 متر. یکی دیگر 870. باز یکی دیگر 720. دیر شده بود. احتمالاً به کوه برخورد میکردیم. پر فریاد کشید برگرد به داخل کپسول. الکس از دریچه بازگشت و بعد کره هوایی شروع به ارتفاع گرفتن کرد. 780 متر، 810، 840 و در مدت 10 دقیقه به ارتفاع 900 متر رسیدیم. کره هوایی به سمت آسمان بالا می کشید. کنار الکس نشستم و او را در آغوش کشیدم. خدا را شکر که تو با ما بودی. بدون تو همه مرده بودیم. میگویند کسی که در حال مرگ است در آخرین لحظه زندگیش زندگی خود را مرور میکند. در مورد من این صدق نمیکرد. در حالی که بیم آن میرفت به کوههای اطلس برخورد کنیم. به تنها مطلبی که فکر میکردم این بود که اگر نجات پیدا کنم دیگر این کار را تکرار نخواهم کرد. در تمام مدت شب اول سعی داشتیم کره هوایی را کنترل کنیم. وقتی سفید دم نزدیک شد آماده فرود روی زمین شدیم. زیر پایمان صحرای الجزیره ها بود که صحرای دشمنانه در بهترین حالت و به ویژه در سرزمینی که در جنگ‌های داخلی می‌سوخت. صحرا برخلاف آنچه در فیلمی لاورنسی عربستان دیده زرد و با رگ‌های نرم نبود. به جای آن صخره بود شبیه سطح مریخ. صخره‌ها سر به فلک کشیده بودند. من و الکس روی سقف کپسول نشستیم و رسیدن سفیددمان را تماشا می‌کردیم. می‌دانستیم به روز نزدیک می‌شویم که ممکن بود هرگز زنده نمانیم. تا آن را ببینیم. بالا آمدن خورشید و گرم شدن هوا احسان بخش بود. سایه بلند را روی کف صحرا می‌دیدم. برایمان شگفت انگیز بود که این کره هوایی در شب از روی کوههای اطلس عبور کرده بود.
بک‌های بنزینی باقی مانده پیشی دیدی پر را گرفته بودند. از این رو الکس شرایط فرود را به طور کلامی برای او بازگو میکرد. وقتی نزدیک به زمین شدیم، الکس فریاد کشید: پیش رویمان یک کابلی برق است. پر جواب داد: ما در دل صحرا هستیم. اینجا سیمی برقی نمیتواند وجود داشته باشد. حتما خیال میکنی. الکس اصرار کرد که پر بیاید و خودش ببیند. ما توانسته بودیم تنها کابلی برق در صحرا را پیدا کنیم. صرف نظر از صحرای بیکنار بی آب، چند دقیقه بعد از فرود آثار حیات را در صحرا دیدیم. گروه از مردمی قبیله نشین به سمت ما در حرکت بودند. ابتدا با دیدن ما لحظه توقف کردند و بعد به ما نزدیک شدند. با آنها کمی آب و آذوقه دادیم. بعد چرخبالان توپدار در آسمان بالای سرمان پیدا شدند. احتمالاً برادر ما را شناسایی کرده بودند. به محض رسیدن چرخبالها صحرانشینان پراکنده شدند و ما را تنها گذاشتند. دو چرخبال در نزدیکی ما به زمین نشستند. ابر از گرد و خاک در بالا و اطراف سرمان به هوا بلند شد. لحظه بعد سربازان مسلح ما را محاصره کردند. مطمئن نبودند کجا باید نشان بگیرند. خداگویان فریاد کشیدند. برای لحظه سربازها از حرکت باز ایستادند، اما بعد از چند ثانیه کنجکاوی به سراغشان آمد. به ما نزدیک شدند. اطراف کپسول را به افسرشان نشان دادیم. افسر به بک‌های بنزینی هنوز مصرف نشده نگاه کرد. قبلا با خودم عهد بسته بودم که دیگر سوار کره هوایی نشوم، اما چیزی در سرم میگفت به محض اینکه از این هلاکتگاه جان سالم به در برم و به خانه برگردم با دیگر کره هوایی سواران گفتگو خواهم کرد تا بار دیگر به اتفاق آنها به کره هوایی به سفر دنیا بروم. این یک حرکت متفاوت بود و حاضر نبودم دست از این کار بکشم. تلاش بعدی من برای رفتن به سیاحت دنیا با یک کره هوایی گرم در 18 دکبر سال 1998 در مراکش صورت گرفت. این بار با آرامش از روی کوههای اطلس عبور کردیم و بعد از رادیو شنیدیم که پالکوونیک قذافی پرواز ما بر فضای لیبیا را ممنوع کرده است. من برای اون نامه‌های فکسی کردم و تقاضا نمودم با سفر ما موافقت کند و سرانجام او به خواسته ما تن داد. اما این اولین مشکل و مشکلات متعددی بود که برای ما پیش آمد کرد. از سرزمین‌ها و کوه‌های مختلف گذشتیم و به چین رسیدیم. چینی‌ها مخالف عبور ما از روی کشورشان بودند. سرانجام از تونی بلیر نخست وزیر بریتانیا خواستیم دخالت کنند و او هم این کار را کرد و بالاخره چینی‌ها به ما اجازه عبور دادند. به اقیانوس آرام رسیدیم و از آنجا به سمت امریکا به حرکت درآمدیم. قبل از رسیدن به امریکا من کمی خوابیدم. به ذهنم رسید که این همه تجربه شگفت انگیز برای یک انسان بیش از اندازه زیاد است. من از بخت و اقبال بلند برخوردار بودم. در نزدیکی هوایی هوا ما را کمک رساند. تحت تاثیر شرایط هوا رسیدن به هوایی و فرود در این غیر ممکن می نمود. من وصیت‌نامه خود را نوشتم. در فاصله 60 میل هوایی به دنیای دریا سقوط کردیم و بار دیگر یک چرخبال ما را نجات داد. روزی بوکسینگ به نکر پرواز کردم تا نزد خانواده‌ام باشم، اما در نکر کسی نبود. همه عزیزان و دوستانم به نقطه از جزیره رفته بودند که در وصیت‌نامه‌ام خواسته بودم اگر در این سفر مردم مرا در آنجا دفن کنند و با دیدن من مجلس عزا به یک مهمانی باشکوه تبدیل شد. این تجربه تشنگی به استقبال خطر رفتن را در من فرو نشاند. من عاشق کره‌های هوایی هستم و خودم هم یک کره هوایی دارم. کره هوایی کوچک شبیه یک سبد حسیری است، شبیه کره هوایی فیلمی سیر دنیا در 80 روز. این کره هوایی به اندازه است که می توانم افراد خانواده و دوستانم را در آن سوار کنم. آسمان یکی از آرام بخش ترین مکان‌هایی است که من می شناسم. با فاصله از بقیه دنیا در کره هوایی می نشینی و خود را با طبیعت یکی می دانی. کسی نمی تواند به تو تلفن زنگ بزند، کسی نمی تواند متوقفت کند. تو آزاد و رها هستی. از آن بالا شهرها و مزرعه‌ها و مردمی را که نمی دانند تو در بالا هستی می بینی. می توانی در کنار یک قو پرواز کنی و صدای بال زدنش را بشنوی. می توانی با چشمان یک عقاب نگاه کنی. کره هوایی مرا
و تعمقی بیشتر وادار کرده‌اند. روی زمین زندگی من تند و پرشتاب است. هر لحظهش بند است. میتواند بسیار شلوغ و پرکار باشد. همه ای ما به فضای خودمان احتیاج داریم. خوب است گاهی توقف کنیم. این گونه جسم و عقل خود را دوباره قوه بخشیم. من بیشتر با آن ماهیگیرانی که در کریسمس آنها را دیدم فکر میکنم. طبیعتی ما حکم میکند تلاش کنیم. از این رو در این فکر بودم که آنها در زندگی دنبال چی میکردند. به نظر میرسد به ماهیگیری رضایت داشته و این گونه شکمی افرادی خانوادهشان را پر میکردند. آنها علاقه نداشتند با کره هوایی از فراز اقیانوس آرام عبور کنند یا به قله اورست برسند. آنها هر روزشان را به شکل برگزار میکردند، در لحظه زندگی میکردند و شاید همین بود که به آنها آرامش ذهن میداد. مادر بزرگم خوب زندگی کرد. در 89 سالگی سالمترین زنی بود که در انگلیس بالت را آموخت. در 90 سالگی گلف بازی میکرد و امتیاز هم می آورد. او یک لحظه از یادگیری دست بر نمی داشت. در سن 90 سالگی کتاب استیون هاکینگ با نام تاریخ مختصر زمان را خواند و شاید در شمار معدودی اشخاصی باشد که همین کتاب را خواندند. کمی مانده به وفاتش که در سن 99 سالگی اتفاق افتاد، با کشتی به سراسر دنیا سفر کرد. وقتی با لباس شناوری در یامایکا از سفر بازمان، خنده‌اش گرفته بود. میگفت شما یک عمر بیشتر ندارد و بنابراین باید بیشترین بهره برداری را از آن بکنید تا زندگیتان خوب و خاطرمان گذرد. پدر و مادرم زندگی خوبی دارند. آنها دوران 80 سالگی خود را میگذرانند و به اقصای نقاط جهان سفر میکنند. در شروع و پایان همه ماجراجویی‌های من حضور دارند و مرا تشویق میکنند. آنها حتی وقت من و پر در منطقه قطب شمال گم شدیم به جستجوی ما آمدند. الگوی آنها به من یادآور می شود که از زندگی لذت ببرم. سال 1999 من به همراه پدر و مادرم به کشور آفریقای جنوبی اموال خریدم. این اموال در یک زمین جنگلی 10,000 گکتر واقع بود. در این اموال ساختمانی زیبایی بنا کردیم و برای گردی همایی‌های خانوادگی به آنجا می رویم. وقتی من در این قبیله برنامه‌ها به اتفاق و پدر و مادرم شرکت می کنم، فقط روز 15 دقیقه را به کارهای تجاری و اقتصادی اختصاص می دهم. من به دشواری از تکنولوژی‌های مدرن مانند تلفن استفاده می کنم. اما در افریقا با طرز کار یک تلفن ماهواره‌ای آشنا شدم که از آن برای تماس با دفتر کارم استفاده می کردم. من معتقدم هم در زندگی شخصی و هم در زندگی کاری باید از هر لحظه زندگی استفاده کرد. حالا بدین جهت می توانم این حرفا را بزنم که بزرگتر شدم یا شاید عاقل‌تر، اما همیشه این گونه نبوده است. همسری اولم کریستین و این دلیل ناراحت بود که همیشه در حال صحبت با تلفن بودم. او می گفت من در تمام لحظات زندگیم در فکر کار هستم و نمی توانم میان کار و خانه مرز قائل شوم. حق با او بود. بخشی از مشکل این بود که من از خانه دفترم را اداره می کردم و وقت تلفن زنگ می زد تصمیم نداشتم به آن جواب ندهم. تلفن من پیوسته و به ایست زنگ می زد. دلم می خواست بگذارم تا هر اندازه که می خواهند زنگ بزنند، اما در این اندیشه بودم که ممکن است یک اقدام مهم تجارتی در کار باشد. حتی امروز وقتی استراحت می کنم یک لحظه از فکر کردن غافل نمی شوم. وقتی بیدار هستم مغزم پیوسته کار می کند. ایده های مختلف از ذهنم می گذرند. از آنجا که ویرجین یک شرکت جهانی است، احساس می کنم باید در بیشتری مواقع بیدار باشم. بنابراین بجای خوابیدن غیل می زنم و گاهی 1 ساعت تا 2 ساعت می خوابم. از میان همه مهارت هایی که آموختم این یکی برایم از همه مهمتر است. برای مثال در اتوبوس در فاصله گانکونگ و چین وقت اتفاق مهم نمی افتد. می خوابم و بعد خوشحال و شاداب از خواب بیدار می شوم تا ساعتهای دراز کار کنم. این برای استراحت بسیار مفید است. سالوادور دالی نقاش اسپانیایی برای بهره برداری از لحظه حال روش مخصوصی داشت. وقتی از زندگی ناراحت می شد در باغش کنار دریا قدم می زد. شفتالو را از درخت می چید که از حرارت خورشید گرم شده بود. شفتالو را در دست نگاه می داشت تا از پوست طلای آن لذت ببرد و لب به تحسین بگشاید. بعد چشمان خود را می بست و شفتالو را بوی می کشید. عطر شفتالوی گرم تا اعماق ششهایش روانه می کرد و بعد به آن گاز می زد.
دهانش پر از آب شفتالو می شود. بعد شفتالو را از آن بالا به دریا پرتاب می کرد. می گفت از این کار لذت می برد و معتقد بود که یک گزی آن شفتالو به اندازه خوردن یک سبد شفتالو مزه دارد. به نوع تأسف خوردن شبیه خواستن شفتالویی است که آن را به دور انداخته. شفتالو از دست رفته است، اما شما غرق در پشیمانی هستید. آرزو میکنید که کاش آن را به دور نمی پرتافتم. باز آن را می خواهید. به نظر من راه قرار گرفتن در لحظه حال این است که تأسف نداشته باشید. تأسف خوردن لذت را از شما دریغ میکند تا در گذشته باقی بماند و حال آن که زمان حرکت به پیش است. از دست دادن یک معامله تجارتی سخت و ناگوار است، اما احساس گناه بیشتر انسان را رنج می‌دهد. همین ما کارهای را میکنیم که آرزو میکنیم ای کاش آنها را نکرده بودیم. گاه اینها اشتباهات بزرگ به نظر میرسند، اما بعد وقتی به پشت سر نگاه میکنید معلوم میشود که آنقدر هم مهم نبودند. افسوس و تأسف که باعث احساس گناه میشود میتواند شبها خواب را از چشمان شما برباید، اما من احساس میکنم گذشته است. نمیتوانید آنچه را که مربوط به گذشته است تغییر دهید. از این رو حتی اگر گاه کار را به اشتباه انجام میدهید، تأسف و افسوس سود ندارد و باید به پیش حرکت کنید. برای مثال میتوانم به مورد اشاره کنم. من و کریستین برای گذراندن ماه عسل به مکزیک رفتیم. او به عمد جزیره کوزولم را برای اقامت انتخاب کرد که در آن هیچ تلفنی وجود نداشت و هیچ کس نمیتوانست با من تماس بگیرد. ابتدا برایم دشوار بود که کسی نتواند با من تماس بگیرد، اما کارهای بسیار زیادی بود که میتوانستیم انجام دهیم و از این رو غیر قابل تماس بودند برایم حل شد. بعد از 2 هفته به نیم جزیره یوکاتان رفتیم که آنجا با جیپ یا اسب میتوانستیم خرابه‌های مایا را تماشا کنیم. یک بار در حالی که در طربخانه نشسته بودیم با چند سیاح صحبت نمودم. آنها با من گفتند که یوکاتان بهترین نقطه روی زمین برای ماهیگیری است. من قبلا هرگز در عمق دریا ماهیگیری نکرده بودم و به فکرم رسید که کار را امتحان کنم. با چند ماهیگیر صحبت کردم و قرار شد روزی بعد مرا با قایق به دریا ببرند. ما صبح زود به بندر رفتیم، اما برغم این که هوا خوب بود، قایقران حاضر نشد ما را به دریا ببرد. او اظهار داشت که احتمالاً آن روز طوفان خواهد شد. فکر کردم او پولی بیشتری می‌خواهد. قرار بود روزی بعد به کشورمان بازگردیم و بنابراین تنها فرصتی بود که داشتیم. از این رو به او گفتم که حاضرم 2 برابر با او پول دهم. دوستانی که در طربخانه قرار شده بود با ما بیایند هم قبول کردند. 2 برابر بپردازند. قایقران نظر خود را تغییر داد. حق با سیاحان بود. ماهیگیری فوق‌العاده بود. هوا کم کم تاریک می شود که قایقران گفت باید برگردیم چون خطری طوفان وجود دارد. در همین لحظه هوا خنک شد و باد و باران شروع شد. قایقران به سرعت محرک قایقش را روشن کرد، اما عمیق به علت فرسودگی نمی توانست به پیش حرکت کند. به پشت قایق هم ضربات وارد می شود. طوفان هر لحظه سهمگین‌تر می شد. دریا به شدت متلاطم بود. این بدترین طوفانی بود که در تمام عمرم تجربه کرده بودم. سرنشینان قایق دچار ناامیدی و دلشکستگی شدند و کریستین از شدت ترس و سرما می‌لرزید. قایق روی آب به هر طرف پرتاب می‌شد. من مطمئن بودم که قایق ورشکسته و غرق خواهد شد. بعد از 1 ساعت شدت طوفان کاسته شد. آسمان صاف و هوا آرام شد. اما دقیقه های بعد دیدم که طوفان بزرگ به سمت ما در حرکت است. طوفان بزرگ دیگری به ما نزدیک می شود. باوری داشتم دیگر از این طوفان جان سالم به در نخواهیم برد. کریستین شناور خوب بود و پیشنهاد کرد با شنا خودمان را به ساحل که در فاصله 2 میلی ما قرار داشت برسانیم. قایقران 2 چوب به ما داد تا در صورت لازمی از آن استفاده کنیم. من و کریستیان به دریا پریدیم و به سمت ساحل شنا کردیم. 2 ساعت بعد در حالی که از سرما خنک زده شده بودیم خودمون را به ساحل رساندیم. خواستیم قایق بزرگتری بگیریم و برای نجات بقیه اقدام کنیم،
اما در آن شرایط هیچ قیقی حاضر نبود به دریا برود. تا 2 روز بعد قیقرانان قیق غرق شده را جستجو کردند، اما اثری از قیق و سرنشینان آن پیدا نشد. بسیار وحشتناک بود. با هواپیما به خانه بازگشتیم. افسرده بودیم و من احساس گناه می کردم. می توانستم با احساس گناه زندگی کنم، اما به جای آن به ذهنم رسید که باید منطقی فکر کنم تا به لحاظ ذهنی و احساسی در آن موقعیت بهتر قرار گیرم. اول آن که ماهیگیران به رغم قضاوت پیشین خود از من پول گرفتند، اما مجبور نبودند چنین کار بکنند. این حالتی قیق بود که مسئله ساز شد و این تقصیر من نبود. اگر قیق به زیر آب می رود، مسافران آن تقصیری ندارند. تقصیر به گردن قیقران قیق یا صاحبان آن است. حکایت قیق از دست رفته زمان انتشار یافت که چند سال بعد از آن زندگی نامه من به چاپ رسید. روزنامه دیلی میرور گزارشگری را به مکزیک فرستاد تا بداند که چه اتفاقی افتاده است. حالم زمان بهتر شد که دانستم آنها قیق و سرنشینان آن را به سلامت پیدا کردند. باد و امواج آنها را به نقطه دیگری از دریا برده بود. تا لحظه هایی که در مکزیک بودیم نتوانستیم با آنها تماس بگیریم، اما کمی بعد با فروکش کردن طوفان آنها توانسته بودند خودشان را به بندر برسانند. ممکن بود هرگز این خبر را نشنوم و تا آخر عمر در اندوه و تأسف زندگی کنم. یکی از درسایی که از این تجربه گرفتم و سعی کردم از آن زمان به بعد از آن استفاده کنم این است که با دیگران به خوبی و مهربانی برخورد کنم. به شروع 1003 از رادیو شنیدم که کسی می گفت اگر همه با دشمنان خود دوستی کنند دنیا به مکان خوشایندتر تبدیل می شود و صلح و آرامش افزایش می یابد. از این روز صبح روزی بعد به کالین مارشال دشمن دیرینم در شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز زنگ زدم و او را برای نهاری دعوت کردم. فکر نمی کنم متوجه بود که چه اتفاقی افتاده، اما به جلسه نهاری آمد. من از او خواستم که رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های وابسته به ویرجین شود و او هم قبول کرد. در پایان برنامه نهار ما دوستان یکدیگر بودیم. همیشه به پیش نگاه کردن می تواند مانند به پشت سر نگاه کردن از سرعت ما بکاهد. خیلی ها همیشه به پیش نگاه می کنند و هرگز به رضایت خاطری نمی رسند. دنبال راه حل های سریع می گردند. مثلا می خواهند برنده بلیط های بخت آزمایی شوند. می دانم که هدف ها مهم هستند. پول مهم است، اما باید توجه داشت که پول وسیله برای رسیدن به هدف است و هدف نیست. دیگران که آنچه هم اکنون در جریان است به اندازه آنچه برای آینده برنامه ریزی می کند اهمیت دارد. من آموختم در لحظه حال زندگی کنم.